تابات اینال تو بگو رنگ دریشی چه رقم باشه که برای جور کنیم؟ همواره هم که دلت است. نه او با دل خودت است، مایل خودت. دل خودت است. بگذاره ما دریور هستیم شلوردار باشه. نکتایی داشته باشی یا نه؟ نه همه ساده باشه. ساده؟ اوگو برای دیه؟ اوگو یه گلک است. جراب هم خوش داری که بپوشی یا نه؟ چه رقم باشه؟ جراب چه رقم باشه؟ سه باشه. کرمت و بوت یایتان سر ما میشه که جراب فقط مال پیسه دریشی را از خودت میگیریم. تنها پیسه خیاط 13 ست. اگر بچه مالا دار. 13 ست 300 دیگه 13 نه 14 نه 15 ست که آدم باشه کار کنیم یک روز اگه پس راست میگه یک روزش نه که ترا دادیم خیلی ببین اینال کاکا خب پیسه را خانه مانده خور خدا مانده باشه 13 ست زنگ میزنه بچه خدا میگه بیار بده که بیادر برای ما دریشی جور سعی کو دریشی بر جور میکنیم در هتل بری یک رقم پوشیده شوه موترت خراب شوه طرف زنجیره ککش کو در زیر موتر چرخت بیادر پا زنجیره ککش کو لوکس بیادر سر جلو است او دریشی افرنگ است کولر هم داره جلال آباد رفتی کولرایش چالان کرد زیره خولت بیادر پر از شمال میزه خانه زنگ دی بگذن پیسای پری روز پیش پری روز باشه مسلمانی که بیگاه ماچ کرده مطرز خدا مولا 40 کرور هم مرا بیت اگر دروغ بود خیر ببینی چقدر بانک پیسه داری رازت ما کلش نمیگیری حالا نسکشم اگر کار پام داشته باشم ما خدا که خدا از ما بگه در بانک جهانی داره در جهانی هم بود هر کام اگر زیاد کم کنیم برای تو 4.5 دیگه بت خیر خلاص بسم الله اکبر گفتم تو خدا راستی 2.5 دارم پیسه نانم نه تپا ما بلکی هیچم نه فهمیدی؟ ای گپ مرا گوش کن تو که یک نفره که داخل شهر میشه امنیت خراب میکنه فرق داشته باشه 1300 روپیه میتی به خاطر تکیت دریشی کار نکردیم مجبور دتما بری خانه بری میاد از خانه برام هم دخترها که ببینه بیادر استادت کنه بگه تا مکرویان چند میبری کرای 200 باشه 400 بده تا خوش نیستی شاپر که زدیم پیسه را همین جمعه تلبی خو نمان که دیگه که باز با جنجال میکنن نه چرا جنجال کنه انجینر صاحب تو والا 3-4 نفر اماراتش کدی نداشته باشه یک آدم هم میکشی خود دام نداشت بگیرن 900 داشت و نداد دیگه در جیب تو ما از داد پیل بکس تو پیسه را من موتر را تلاشی که جیبای مرم تلاشی ما حق تلاشی را نداریم حق تلاشی نداریم مرا میکشی پیسه نیست ما چی را بدم در حریم کس تجاوز نمیتونیم برای ما قانون اساسی اجازه را نمیده که در حریم کس ما مداخله کنیم یا دراییم در شارنو برو 4000 میخرن 18000 سرت بای میکنن یک داماد بیچاره را از زمین تا آسمان تا میکنن چرا از قانون لالا تو سرکشی میکنن سرکشی نکردم من پیسه ندارم من تو چی میگی من ندارم دم یک ماه گذاشته چند کار کردی راست یک ماه گذشته حالا اگه میوارد موتر پدرم هم پوره کنن چی کردم این موتر بیش که میوارد داره نداره همه حالا خود جه تواره میدوید پشتین بریک زدی بمیره بچنان تو یک سواری را خوب 400 روپیه میبری تا کمپانی 100 روپیه داخل شهر زیاد بده روز جمعه که شاید درباز بردی چند بردی ما بیسی دیز درباز نبردیم یک قدر اطلاعات ما قوی است از زمین نیروی امنیتی ما که لحظه به لحظه ما چی کنیم در کابل 6 میلیون نفر است 7 رقم 8 رقم مردم است همین نیروی امنیتی ما زودترین کی را قایم بگیره و مو خاطر ما می دریشی را میسازیم که تو تشخیص شوی که یک نفر غیره بریده بود فایده داره به موتروانه نه به این خانه همسایت مرده شده به اون توی است بعد یک کش کو رنگ سیاهش برو در مرده خانه فاتحه بده پس سرخش کش کو برو در توی خانه رقص بگیره کدی و یکی از اعضای موتر باید در پشتش متاپیش باشه که راننده است موترهای دولتی دریشی می داشته باشه رنگ دریشی را بگو چه رقم خوش داری رنگ دریشی دیگه که باشه خو سبز بهتر است سبز خوشبختی است خیر ببینی جراب چه رقم جراب سرمایش سعیست که چرکوردار خاک وطن خاکدار است خود دیگه
گردنای دریشی ده اینجا قیچه ها یا ده پشت سر قیچه ها چپگردنا بعد سیستم باشه که دیگه نه خفت شیم عادی باشه اوزو خوشداری باشه یا نکتایی؟ والا دوی سیستم ها نرسیدیم 1300 افغانی خودت میتی فقط پیسه خیاطه دیگه کل مصارفت سر ما نمانه که دریشی ها ارکندیشن هم داره 2 تا پاکت 1300 خب والا اگه ایسایی تو داشته باشه من حالا خودم از پیش مستری آمده ایره که کمک کرده دیگه چطور 1300 روپای 1300 نام در دیتابیس میرسه پلیتت میرسه باز توزیع میشه داد زندستی سالی دولت سقوط میکنه دولت او مؤسسه شخصی است قربان چم در دولت کار نداره سقوط کرد یا هم سقوط میکنه یا هم مگریزن میلیونا جوانت بیکار از دوزی قتل قدر زیاد شده که همیال بادش ها ما گشته نمیتونیم تو میگی 1300 روپای 1300 روپای چی گفتم عبتم بیادر حالا ما پیسه تکر کم بود کردیم اونجا چینایا را 40 دفعه ایمیل کردیم که تکر روان کو چنکون پینکون چون انتر کده میره میگه پیسه نقد باید بدیم ما گفتم والا خدر ما اینجا زیر زمینی داریم اینقدر چیزا داریم یکی نیز بکشه تو کده 1 متر تکت بیادر سر ما مینازی گفتم بیا یک کوی مرا بیادر تو همین کوی قرق بیادر بی که یورانیم از چی چیزاست چند کار کنی اینو پوست کنده بگو این پوست کنده کلش 400 والا نمیال اکسل انداختیم پیسه اکسل هم خرد برو بانک جانی چند داری راست بگویده بانک جانی رو نمیشناسیم نه خدا نشانه ما بتا چندان هر روز در شهرنه سواری نمیبری پیش بانک جانی ما را دودان دروازهش بیادر کت سرطه میزن حاجت پیش رفتنش چرا؟ داره پیسه داره پس میکنه حالا بگه باش که شب سر ما کسی خدا نندازه کدام رنگ خوش داری؟ والا رنگ ما که رنگ سیاه دوست داریم نکتایی چه رقم باشه کاپیتان در نکتایی خود مختار است سیاه رنگ را که بگی رنگ باشه نه بازم نکتایی هم سیاه نمیشه سیاه نگی نکتایی جگری باشه و یکی از نشانی های موتر برای ما بگو که ما در پشت دریشی چاپ کنیم که تو شناخته شوی که دریور هستیم اشترنگ است اشاره است اشترنگ هم میزنی آینه عقب نه خودت بگو اشترنگ خوبه اشترنگ اون نجارا را رندهش در پشتش کوکا میکنیم بیغم کلگی کارم برای زیاد پیدا میشه هر کسی میکنم نجار 10 نفر اینجا تورخم موتر 10 دفعه از پیش پلیس تیر میشه پلیس میگه ما چی بفهمم که همی چی کار است این واقعیت سواری میبره یا کدام مشکل دیگر ایجاد میکنه در سری گفت اینجا زیاد فقط 1300 افغانی پیسه تکر میتی دوختش سر ما میشه بری اول سر شما تاوانم دیگه سال پر سر ما تاوانم شق میکنه این آدم خو ما خو یادر ولی ما چی یادی ما از کجا بریم حالا میال یک ساعت که در چوکی شیشته بودی دب کرده بودی خوب خوشت آمد حالا میگی ندارم حال تو خوش نیستی که وطن دبی جور شوه ما 30 سال در خاک مردم بودم میسه که کامل دبی به خاطر خاک بهتر زندگی خوب اعلان چرا خاک پایمال میکنی هیچ پایمال نمیکنم میسه که یک کران بگو میسه که 90 روپیه ما زیاد ندارم میسه که 90 روپیه میسه که ما تمام کار ما 90 روپیه سه گلاس دوغ نمیشه تو دلت است که بیادر 2 گلاس نمیشه نه خو کارا سر گرفته کاکا حال ما برای مسئول خود چی جواب برای بدیم مسئول جواب بده بیادر ها. یک گپ کلگی گپ میفهم کسی که ایسای کو همین مسئول کیسای کو تا 1 ماه تا 20 روز تا 10 روز تا